که شما با تفنگ چکمقی و سیلاوا و کارد و تپرچه از اینجا کشیدنیش و بعد شکست در افغانستان دیگه اقتدارش در روی زمین آهسته 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 به طرف جمع شدن رفت و او دشمنی تاریخی در درون دلش تا کنون زنده است و کنون از ما انتقام میکشه. کاش خودش یک بار دیگر در برابر ما قرار میگرفت. باز وقت میدیدم که فرزندان میر بچه خان کودامنی و میر درویش خان بابا قشقاری و جلندر خان توتم درایی کتشان چی میکرد و یا ما به مسابقه برادر شما کتشان چی میکردی. بدبختی در اینجا ایسته که افغان به جان افغان افتیده است، برادر به جان برادر افتیده است، برادرزاده به جان کاکا افتیده است، ناصر به جان ناصر افتیده است، تاجک به جان تاجک افتیده است، هزاره به جان هزاره افتیده است. ملت ما را پارچه پارچه ساختن. این سفیدان بزرگ، این سفیدان محترم، از اسکندر کبیر گرفته تا انگریزها که قهرمانان مبارزات ضد انگریزی پدران و نیاکان شما هست، همه را با شکست مواجه ساختیم. چرا معضل امروزی ما حل و فصل نمیشه؟ برای که در تمام طول تاریخ از او جنگ ها با متجاوزین ما یک دست واحد بودیم، تن واحد بودیم، یک پارچه بودیم، عزیز و دلبند بودیم. افغان و ازبک و تاجک و هزاره و ترکمن نمی شناختیم، افغان بودیم، مسلمان بودیم و هیچ کس تاب و توان قدرت را برابر ما نداشت. صرتي علي شريفة يا بنت الإيش، ما جيتيني على الغرفة وعلميني ليش. بدر البوسع الغيري بعتيها بيش، على حظي شريفة وحق القرآن.